درود و سلام به شما هموطنان عزیز و ارجمند. در برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز شوکت محمد با شما هستم. اینک نامگوی خبرهایی که پیشکش شما می‌گردد. شرکت فراز با دستگیری حکومت زمین‌های دهقانان را در سوق از خود کرد. جمعیت سهامی کشاده آزاد باز بی صاحب ماند. گروه طالبان در دوام 2 ساعت 2 منطقه هممرز با تاجیکستان را اشغال نمودند. حکومت تاجیکستان با یک قرارش زمین‌های 4 خواجگی دهقانی در ولایت سوغد را به اختیار شرکت خصوصی فراز داد. این شرکت که به داماد رئیس جمهور تعلق دارد، تصمیم گرفته است در 3 ناحیه شمال کشور ترمینال‌های بین‌المللی اتومبیلی بنیاد کند. طبق این قرار حکومت که 3 اوگوست به تصویب رسیده است، 14 هکتار زمین 4 خواجگی دهقانی در 3 ناحیه ولایت سوغد از صاحبانش گرفته شده به داماد رئیس جمهور تقدیم گردیده است. قسمت اساسی این زمین ها آبی بوده، قریب 4 هکتار آن در اسپره باغ درختدار است. حکومت کشور امر داده است 4 هکتار زمین خواجگی های دهقانی صابر و رعنا و فخرالدین نوریدینوف به نفع فراز از صاحبانش ستانیده شود. 353 هکتار این زمین های آبی باغ های درختدار می باشند. شرکت شمس الله صاحبوف نیت دارد با بریدن این درختها در این موضع ترمینال اتومبیلی و خدمت رسانی لوجستیکی بنیاد کند. گفتنی است داماد رئیس جمهور بیشتر سوزشواری قاچاق خود از قرقیزستان را توسط مرزهای اسفره وارد می سازد. این جنایت صاحبوف باعث زبان کوتاهی حکومت تاجیکستان نزد همتایان قرقیزشان گشته است که پیوسته در بحث‌های مرزی عقب نشینی می‌کنند. با همین قرار حکومت 5 هکتار زمین خواجگی دهقانی به نام سویرقل نشانوف در داخل ناحیه پنجکن نیز به اختیار فراز می‌گذارد، چرا از 165 هکتار این زمین‌ها آبی می‌باشند. شمس الله صاحبوف حق استفاده به آخر از این زمین‌ها را پیدا کرده است. همچنین شرکت داماد رئیس جمهور برای ساختمان ترمینال اتومبیلی فتوح آباد در ناحیه مسچاه 5 هکتار زمین خواجگی دهقانی ابو مسلم را غصب کرده است. طبق قرار حکومت، فراز موظف شده است برای جبران ضرری از استفاده کشاورزی گرفته شدن زمین ها 2.1 میلیون سامانی به دولت پرداخت کند. به خواجگی هایی که زمین هایشان گرفته می شود طبق قرار از جای دیگر زمین داده می شود، ولی درباره پرداخت جبران به آنها حرف گفته نشده است. مطابق ماده 24 کودکس زمین جمهوری تاجیکستان ماده 24 آورده شده است که برای احتیاجات های غیر کشاورزی قطعه زمین که برای استحصالات کشاورزی ناموافق یا قطعه زمین پس صفت کشاورزی که ارزش کاداستری آنها از حساب میانه ناحیه پست است با احتیاجات غیر کشاورزی داده می شود. در این حادثه که با فراز ما می بینیم که برای فراز قطعه زمین کشاورزی بلند صفت تقسیم کرده شده است که این غیر با مقابل ماده 24 کودکس منزل می باشد و من فکر می کنم که در هر صورت حکومت تاجیکستان این قانون را رعایت نمی کند و از مردم زمین ها را می گیرد و باید که حکومت مطابق کودکس های زمین، مطابق کودکس گردنی آن خراجاتی که صاحب ملکان همین زمین کشاورزان در آنجا انشاءات ساختند، درخت شناندند، جبران ضرری آنها رو برقرار کند، نه اینکه فقط 201 میلیون سامانی با بودجه دولت رود و با این اشخاص نیست، با این باغپروران، با این کشاورزان مبلغی درختای رویانیده آنها، انشاءات ساخته شده آنها داده شود. یک مسئله دیگر را گفتنی هستم که در کودکس زمین وابسته به جدا نمودن قطعه زمین برای احتیاجات های غیر کشاورزی دخورگی موجود است و قانونگذار انیق معین نکرده است که در کدام حالت قطعه زمین باید داده شود. چخیلی که من گفتم ماده 24 اجازت میدهد که برای احتیاجات غیر کشاورزی قطعه زمین برای استحصالات کشاورزی ناموافق یا پسیفه داده شود، ولی ماده 29 باشد با حکومت تاجیکستان اجازت میدهد که از تمام نمود زمین ها قطعه زمین برای احتیاجات غیر کشاورزی داده شود. در این صورت خیلی که میبینیم دخورگی است. یک ماده اجازت میدهد
که خوجگی‌های دهقانی زمین‌های آنها گرفته شده به فراز داده شوند و ماده دوم اجازه نمی‌دهد. از این لحاظ اگر شهروندانی که حقوق آنها پایمال شده است خواهند که بحث سودی کنند میتوانند که به سود مراجعت کنند تا اینکه دخورگی برطرف کرده شود. شمس الله صاحبوف داماد امام علی رحمان با غصب اموال و شرکت ها از صاحبکاران مشهور است. تنها در سال 2018 او شرکتی ویفا سنتر که به صاحبکاران ترک تعلق داشت و لاتو سپورت که مال صاحبکاران تاجیک بود را غصب کرد. همچنین داماد رئیس جمهور در این سال تشخیص طبی مکتب بچگان، ختنه کودکان و چند خدمت رسانی دیگر را منپاره خود گردانیده است. خود شرکتی فراز هم غصب شده می باشد. این شرکت قبلا به عمرعلی قوتوف صاحبکار و پایه‌گذار گروه 24 تعلق داشت که از طرف شمس الله صاحبوف غصب گردید. شمس الله صاحبوف را فرمایشگری قتل عمرعلی قوتوف می دانند که سال 2015 در شهر استانبول ترکیه پرانیده شد. حکومت تاجیکستان شرطنامه همکاری با شرکت چینی خینانچجونیا گروهی خالدینگی آید به نوسازی و راهاندازی کارخانه استحصالی امیک و کربامید را که در اساس جمعیت سهامی کشاده آزاد که 3 سال پیش بسته شده بود لغو کرد. سبب چنین تصمیم حکومت اجرا نگشتن عهدهداری ها از طرف شرکت چینی عنوان شده است. یگانه کارخانه استحصالی نیروی های مینرالی در کشور که در شهر لیوکند ولایت ختلان قرار دارد دوباره بی صاحب ماند. این کارخانه را حکومت بعد بازداشت صاحبکار معروف زید سیدوف از پسرش خیرالله سیدوف تصرف نموده دولتی کرده بود. این کارخانه سال 2001 از طرف زید سیدوف و میلیاردر اوکراینی دیمیتری فرتاش خصوصی کرده شده بود. آن زمان 75% سهمیه های جمعیت سهامی کشاده آزاد به دیمیتری فرتاش، 20% به حکومت تاجیکستان و 5% آن به پسر زید سیدوف خیرالله سیدوف تعلق داشت. بعد قطع انتقال گاز ازبکستان که کارخانه با آن فعالیت میکرد، ادامه استحصالات در آن غیر امکان گردید و از کار باز ماند. بعد بازداشت زید سیدوف که متناسباً در همین دوره فرتاش هم از طرف حکومت اوکراین زیر تعقیب قرار گرفت و به خارج فرار کرد، حکومت تاجیکستان تمام مالکیت کارخانه با شمول تجهیزات نوی وارد کرده سرمایه‌گذار اوکراینی را دولتی اعلان کرد. مقامات امروزه کشور تاجیکستان نه تنها آن دارایی‌ها یا زواد و فابریکه هایی که از زید سعید یا از دیگر تاجران به یغما گرفته است یا اینکه تصرف نموده است نتوانسته است آنها را به ادامه کار تامین نماید یا اینکه آنها در اول کار میکردند و پس از اینکه از طرف دولت یا اینکه نزدیکان عائله رئیس جمهور و مانند فراز تصرف میشوند و آنها ادامه نمیکنند. برای چی؟ برای اینکه اینها تنها هر کارخانه را از بیرونش نگاه میکنند که یک کارخانه بزرگ است حتما یگان منبع دارد. من یک لیست ترتیب دادم که از سال 2013 به این طرف بیش از 121 سرمایه گذاری که در تاجیکستان سرمایه گذاشتند و تقریبا 90% آنها تاجیکستان را ترک کردند، یا اینکه از طرف عائله رئیس جمهور یا از طرف خود حکومت که البته توسط عائله‌اش این کار را انجام می‌دهد صورت گرفته است. و طبیعی است که این مسئله یک مسئله است که مستقیما به افراد عائله رئیس جمهور یا به افراد عائله رئیس جمهور یعنی ارتباطی مستقیم دارد و اینها همش روندهایی هستند که اقتصاد تاجیکستان را در پایین‌ترین سطح قرار می‌دهند و مردم باز هم به روسیه و باز هم بیرون از تاجیکستان برای کار و زندگی می‌روند. این یگانه کاری است که این حکومت امروزه برای ملت تاجیک تقدیم کرده است و این کار تا وقتی که اینها سر قدرت هستند البته ادامه پیدا میکند. چنانه که عملهای ریدری فراز رو میبینید که از شمال تا جنوب تا تمام مناطق حتی در بدخشان هم شرکت هایی که از اینها یعنی که افراد عائله است و چنین یعنی که چور و چپاول با دزدی و ریدری یعنی که ادامه دارد. این یک کاری عادی و طبیعی است برای این عائله‌ای که فعلا حکومت در دست این هاست.
سپتامبر سال 2016 بین حکومت تاجیکستان و شرکت چینی خینند جونیا گروه خالدینگی شرطنامه همکاری عاید به نوسازی و به کاراندازی این کارخانه امضا گردید. طبق آن شرکت چینی موظف شد برای بازسازی یگانه کارخانه استحصال نوری‌های مینرالی 360 میلیون دلار سرمایه گذاری کند. طبق این سازشنامه 50% پیلوس یک سهمیه کارخانه به شرکت چینی و مابقیش به حکومت تاجیکستان تعلق گرفت. اما طبق اطلاع مقامات شرکت چینی تا حال مسئولیت به دوش گرفته را اجرا نکرده است. یکی از شرط‌های سازشنامه این بوده که کارخانه به فعالیت با انگشت گذارد. حالا انتقال گاز ازبکستان از سر گرفته شده است و حکومت از نیت برگردانیدن فعالیت جمعیت سهامی گشاده آزاد به انگشت هم دست کشیده است. در همین حال قبورهای انتقال گاز به این کارخانه قسماً کار ناشایم و قسماً دزدیده شده اند. سرمایه‌گذاری نوی آن که حالا حکومت به جستجویش پرداخته است باید قبورهای گازرسان از یاوان تا لیبکند را از نو برقرار کند. سرمایه‌ای که حکومت میگوید باید برای به کار درآوردن کارخانه استحصال نوری‌های مینرالی جلب شود 350 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. کارشناسان به این نظرند که با در نظر داشته مناسبت مقامات تاجیکستان با سرمایه‌گذاران از جمله با دیمیتری فرتش و زید سیدوف در گمان است که سرمایه داره به خریدن این کارخانه جرأت کند. به فکر من کارخانه‌ای که از زید سیدوف و شریکانش تصرف شد یعنی غصب کرده شد درست فعالیت نکردنش اساساً سبب‌های زیاد دارد، لیکن دو عامل دارد، عامل پسیخولوژی و عامل اقتصادی. سبب پسیخولوژی درست فعالیت نکردن این کارخانه‌ها در آن میباشد که خیلی که عموما معلوم است دزد یا راهزن مالکیتی که با راهزنی با دزدی به دست میآورد تیز از دست میدهد. یعنی صاحبان نو این کارخانه‌ها به زحمت به مهنت این کارخانه‌ها را به دست آوردند و برای همین هم دلشان نمیسوزد به فعالیت دوامناک این کارخانه‌ها. سبب اقتصادیش در آن میباشد که هر یک صاحب کار پیش از کشادن یگان فعالیت یگان کارخانه همه طرف آن را خوب میآموزد، همه ریسک های آن را، فایده و ضررهای آن را خوب میآموزد و در وقتی دوچار شدن به مشکلی های اقتصادی و علاقه پیشکی کمی باشد هم میداند که چه از این مشکلی ها برآید. باز یک سبب اقتصادی دوامناک فعالیت نکردن این کارخانه در آن میباشد که هر یک کارخانه‌ای که غصب شده است گوییم که از باوری میبراید، یعنی شریکان آینده آن به آن باور نمیکند به فعالیت آن. همین سبب میشود که مثال گوییم که با آن رشته های اقتصادی که با دیگر تشکیل با کارخانه ها این کارخانه نصب شده است کنده میشود، یعنی فعالیت ثمرانکی آن کنده میشود. از تاریخ نوین تاجیکستان ما میدونیم که بعد مثال جنگ شهروندی بسیار کارخانه ها به دست قماندان های صحرایی گوییم که بایویکا غلطیدند و این کارخانه ها قریب همش 99% در مدت کوتاه تماما ویران و ولنگار شدند که صاحبان نو این کارخانه ها نه ملکه صاحبکاری داشتند و نه یگان سواد اقتصادی. برای همین آنها اساساً حتی بعضی گوییم که تجهیزات این کارخانه ها آهنپاره سپردند به متاللوم سپردند. یعنی در عموم گوییم سبب اقتصادی آن نداشتن ملکه کاری و سواد اقتصادی صاحبان نو این کارخانه های غصب شده می باشد. جنگانی طالبان در دوام 2 ساعت به اشغال نمودن 2 منطقه هممرز با تاجیکستان موفق شدند. این و چند خبرهای دیگر را همکارمان صفیه گزارش می‌دهد. از 580 کارخانه صنعتی ولایت خاتلون در 8 ماه سال روان 134 عددی آن فعالیت نکرده است که از آن 92 کارخانه موسمی بوده، 42 کارخانه دیگر تماما در این دوره بکار بوده است. از سرریاست اگنتی امور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ولایت خاتلون خبر دادند که کارخانه‌های کلانترین اردبراری در ولایت خاتلون، جمعیت دارای مسئولیتش محدودی اردی خاتلون شهری باختر، جمعیت دارای مسئولیتش محدودی اگنتی ذخیره‌های دولتی ناحیه جلال‌الدین بلخی که به استحصال ارد مشغول بودند، تماما فعالیت ندارند.
به مثل این کارخانه‌های اردبراری در ناحیه‌های وخش، خراسان و دیگر شهر و ناحیه‌های ولایت نیز تماماً فعالیت ندارند که عامل آن نبودن اشیای خام است. از بخش صنعت و منزلی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهری لوکند گفتند که کارخانه‌های کلان شهر، جمعیت سهامی گشاده نوری‌های آسیا، کارخانه‌های صنعتی جمعیت دارای مسئولیتش محدود اردی رشدی ختلان، جمعیت دارای مسئولیتش محدود بهزاد و جمعیت دارای مسئولیتش محدود ابوبکر دلشاد با سبب‌های نداشتن محصولات خام، فرسودگی تجهیزات فعالیت نکردند. شماره کارخانه‌های گوناگون صنعتی که از فعالیت باز ماندند در ولایت ختلان زیاد است. طبق رویخط تهیه کرده کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران Committee to Protect Journalists کشورهای ترکمنستان، چین و اریتریه در رده‌های اول کشورهای مطبوعاتشان زیر سنزوره سخت قرار گرفتند. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران میگوید در ترکمنستان واسطه‌های اخبار عام وظیفه سخنگویی حکومت را اجرا کرده، همه گونه روزنامه‌نگاری مستقل و درغه کرده می شود. در گزارش کمیته آمده است پرزیدنت ترکمنستان قربانگلی بردی محمدov تقریبا همه بخش‌های زندگی از جمله مطبوعات را زیر نظارت قرار داده آن را برای ترویج پرستش شخصیت خود استفاده می‌کند. نظام او با بازداشت و زندانی کردن روزنامه‌نگاران به منبع‌های مستقل اطلاع فشار می‌آورد. همچنین به اطلاع رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی حتی آنها را از کشور بیرون می‌کند. خبرنگاران این رادیو در ترکمنستان با نام مستعار فعالیت داشته تحت تعقیب قرار دارند و برخیشان حتی زندانی شدند. همچنین سفر آنها به خارج منع است. بر روی خط Committee to Protect Journalists کشورهای شامل شدند که در آنها رسانه‌ها زیر نظارت شدید حکومت قرار داشته روزنامه‌نگاران را با حکم‌های زندان و نوع‌های دیگری تعقیب می‌ترسانند تا خاموش نشینند. ترکمنستان قبلا در رده‌بندی آزادی مطبوعات سازمان بین‌المللی گزارشگران بدون مرز در میان 180 کشور دنیا مقام آخرین را کسب کرده بود. از مقامات نورسلطان خواستند تعقیب‌های سیاسی را قطع کنند. 2 روز پیش میشل بچلت کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق انسان ضمن جلسه 42 شورای حقوق انسان روز 9 سپتامبر از قزاقستان خواست به مردم حق دهد بدون هیچ محدودیت اعتراض‌های آسایشته داشته باشند و محدودیت فعالیت تشکیلات‌های غیر دولتی، اتحادیه‌ها و جمعیت‌های دینی را بکار کند. بچلت همچنین از مقامات قزاقستان دعوت کرد قانون‌های را بازبینی کنند که امکان پخش ناراضی‌ها را فراهم آوردند. بچلت افزود در قزاقستان در پی اعتراض‌های آسایشته که ماه مارس سال جاری شروع شدند بیشتر از 4000 ساکن بازداشت گردیده است. کمیسر عالی علاوه کرد که به حبس گرفتن آدمان با انگیزه‌های سیاسی و عملاً منع کردن جماعت‌های مخالفان و گفتگوهای واقعی مساعدت نمی‌کنند. طالبان در 2 ساعت 2 مضافات هم‌مرز با تاجیکستان را اشغال نمودند. بنا به گزارش شبکه یک تیوی حرکت جنبش طالبان پس از اشغال نمودن ولسوالی ینگی قلعه با گذشت چند ساعت باز مضافاتی در قدر نیز ضبط نمودند. جنگیان طالبان دوام 1 روز به اشغال نمودن 2 منطقه هم‌مرز با تاجیکستان موفق شدند. خبری ضبط نمودن این ولسوالی را نیز والی تخار جواد هجری تصدیق نمود و افزود که در این مناطق هنوز هم درگیری میان طالبان و مقامات افغان ادامه دارد. قبلا والی تخار جواد هجری گفته بود که جنگیان طالب منطقه ینگی قلعه را پس از آنکه نیروهای افغانستان آن را ترک کردند ضبط نمودند. مقامات افغان تنها به خاطر پیشگیری از تلفات اهالی ملکی مجبور شدند تا قلمروی این منطقه را ترک کنند. مورد به ذکر است که دوام 1 هفته آخر جنگیان طالب علاقه 3 منطقه نزد سرحدی را اشغال نمودند. اینجا نهایت برنامه امروزی ماست. برنامه‌های دیگری ما را در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه پیام نقطه net پیگیری کنید. همچنین همه روزه چند برنامه‌های دلنشینی که در رادیوی پیام صدا می‌دهند امیدواریم پسند شما می‌گردد. هر خبر و رویداد را شاهد شدید لطفاً به رقم 49 15 16 46 15 947 توسط پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایمو یا تلگرام فرستید. لطفاً مشترک شدن به کانال یوتیوب ما و نوشتن نظر خود درباره نوار را فراموش نکنید. ماندن یک معقول شد را نیز لطفاً دریغ ندارید. در پناه الله بمانید. خیر تا روز دیگر.